حقیقتا مادر عزیزبک جورایف هستی؟ زنی دویم شدم نازن سازن بنا بیو برزن بگی اوخ عجب بلا که ترازن بپیم او دختری خوشکدگی تو باید رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون نفرانی که این لحظه برنامه سیبای نگفته ما را همراه مادر عزیز یعنی مادر گلبانو تماشا دارد. وقت شما داشته با برنامه ما مینداری خود رو برنامه نفرانی که این لحظه ما را تماشا دارد بیان میکردید. از رحمت کلام که مرا برای برنامه‌تون دعوت کردین رحمت کلام میندار و مادر عزیز مادر مهربان در کلیپ و نقش آفریدگی یعنی که رو روی کامera یکم باره که صحبت آزاد می‌ذارید. بله اوچتون. بگذارید به قسمت سوال جواب تیار هستید اوچتون. شما در حقیقت مادر عزیزبک جورایف هستید؟ چون که در هر یک کلیپایی که همراه عزیزبک نقش می‌آفرید شما رولی مادر اون شخص بزرگ بازی می‌کنید. خیلی رول مادر مخت مادر که هستم و همچون فرزند خود عزیزبک جورایف بهادر جورایف مثال این مدینه دولت و من در رولای مادر بازی کردم من همچون فرزند همورا فرزند خودم میدونم من چیز رو باشم لیک در اصل مادر اساسی کدام صنعتکار هستید؟ من مادر سیفالله اصلی جان قمر جان یعنی مادر اصلی قمر جان یعنی اکای عزیز می باشد. عزیز جان باشد اپا جان. سوال دیگر با شما چون داده می شود که در عائله شما چند نفر هستید یعنی فرزندان شما؟ در عائله من خودم مادر تنهایم قمر جان هستند و یک دختر شدون نصیبه خیلی مادر تنها و تنهایی کلام کردم. پس برای چی مادر جان گفتن که با تنهایی فرزندانم رو کلام کردم چی با ستون خاندان نام من گرفتید؟ برای که خیلی خیانت کرد دیگه من از دیگه نبخشیدم. شما چند ساله بودین؟ در چند سالگی زندگی شما همین کار رخ داد؟ 27 سالگی. در 27 سالگی زندگی دارید یا در 27 سالگی شما این کار شد؟ در 27 سالگی همین کار رخ دادن. عزیز جون و خواهر مهربان و شک محبت فرزند یکمی شما باشه در این موضوع شما جدا شدین دیگه شما اولادار نشدین دیگه؟ من در اولادار شدم شوهر کردم زنی دویم شدم همین دخترچه من نصیبه را تولد کردم خیلی بعد همین تولد کردم خیلی بندگی شوهر دویم شما اینو گذاشتن مثال برای شما چجون خیلی نبود که عزیز جان مثال به شوهر زندگی را در یک محیطی که برای زن به نهایت خیلی کار کردن فعالیت کردن خیلی نبود برای شما چجون؟ خیلی نه. شما زندگی خود رو چطور پیش می‌بردید؟ مثلا یگان چیز می‌طلبیدین یگان کس کمک می‌کرد کی دست گیری می‌کرد؟ شکر خداوند طلب میکنم بعد که خیلی شوهر خیانت کرد خیلی فرزند من 8 ماهگی خودم کلام کردم مثلا این شوهر دیگه هم خیاردم کرد چی کرد که امر خداوند طلب که بندگی کرد رفت بعد ایوای عذابو کشیدم مشقتو کشیدم که مثلا من فرزندم با رویا برسونم بگذار او در جای جمعیتی حرکت کردم که جای جمعیتی در باشن سربلند باشن هم آرزو حواس هم بود که یک آرزوی رای داشتم که همین فرزندم از اینجا دختر شهر یعنی میخواستم که دختر شهر هم خیلی خواندم که بهای 5 خطی بود علا خان بود دیگه خیلی بعد همین کسب اکتیوری را خودش بیبرد کرد و چجا من کسبی بر میکنم پیش علومدین دوای میکنم خیلی اختیارم میدونم دیگه خیلی عذاب مشقت‌های بسیار کشیدم قاشچین بدم دیگه روز من با قاشچینی میگذارم اما سورا خوش میچیندم رو میچیندم باشه جان هزار رحمت کلام بهترین سوال ما رو پاسخ گردوندین شما که عزیز جان بابایا رسوندین میخواستین که طبیب شود لیک برعکس انتخاب یک جدای صنعت چید مثال خیلی خداوند توفیقش بده بهترین مثال هرچند که اگر با 100% با قلای بلند سنه نرسیده باشه 50-60% شیده مردم میشناسن قدر میکنن شکرانه خداوند میکنم شما چجون یکم بار فکر میکنید که فرزندی منم خیلی فرزندی بزرگ میشود در همین جدا واقعا میدونستم
مثال وقتی که بعد از اون که قمرجان یعنی اکا عزیزجان در راه رو میشناسن وقتی که شما را نام میگیرن که همسایه ها یا نزدیکان که این مادر قمر یا مادر فلانه او چه عزیز بیگ میگن بسیار کلیپای عزیز بیگ دم میبینن و چه عزیز بیگ میگن یعنی بسیار شما را چه عزیز بیگ میگن ها چه عزیز بیگ میگن خیلی من فخر میکنم که هم خیلی فرزندی چی کلام کردم یکم تصمیم گرفتن که در یکم کلیپی فرزند خود اشتراک کنید نصیب انشالله آوام یاد دارم آینده نصیب انشالله فرزند شما در این سن سالی که باید حاضر شما را بخرونه پشونه همین وظیفه را اجرا کرده سایی؟ خیلی شکر خداوند مقصد اگه گپ شما سرکشی نمیکنه چی گپ بگوی با گپ شما میکنه؟ میکنه چی نمیکنه بچه یکل یگونه چی نمیکنه وقتی که عزیز ما را گفت که ما مکتب میانا میخواندم سوال دادم که مادر چیه پدر چیه برای مادر سوالی خوب جواب داد که مقصد همه چیز لیک برای پدر حتی من مهر پدر دیگه نیست من میدونم پدر کیه من پدر هست لیک نمیدونم لیک اوشا جان برای شما واضح نبود که وقتی که در مکتب مثال عزیز فرام میکردن که باید پدرش بیا یا فلان بیا برای شما کی نبود که همه برداشت و پستی و بلندی و زندگی در شما بود در قدر راه رو نمیگفتن که مثال این زنک فلان او به مردان و پدر نداره هم خیلی دفعه تنها نمیشنده نه مکتب میبردم بر سربلند بودم میبردم علاخان بود خیلی تربیت خوب داده بودم علاخان بود میگفتن اوچه از جان تو مدرس نیو ما ایو بچه تو شکایت نداره میگفتن رحمت میگفتن و در یک هفته یک بار عقب میرفتم قفای پرده دمیش شدم برای از اینجا نظارت میکردم کوچکر میخونم بیغ از ای خونم از قبل بودم میقبیدم بعد میگفتن اوچه از اینجا تو نیو مدرس دمه ما ایتا می نداریم اولی کلیپ شما نقش آفرینی کدوم کلیپه؟ کم بغلی نه و کینوی پشیمانی فرزند پشیمانی فرزند نه؟ لیک او کینو برای شما رزولتت خوب داد یا نه؟ من هم کینو را نگاه کردم دلشد کمی را چقدر مدینه اومده دیده که هم کینو را باور نکردم گفتم همین شمایین که ها تری مانندی نداردیست میگم بعد اوجا گرین کدگی بودن پشیمانی فرزند همون را نگاه کرد مدینه قطعی دلشد بعد مالا کلیپی کم بغلی در بودن خیلی زندگی خودم چیزی خودم با خیلی رفتی نقل کرده رفتم بعد گریه کرده رفتم گفت بازی همین کلیپ رفته است گفت همین کم بغلی هم گفتم خیلی گم زدم بعد گفتم خیلی گم نیست شما در کجای زندگی آچه جان گریه کردید؟ کدام ما وای مقصد زندگی پیش روی شما اومد که شما گریه کردید؟ خیلی در زندگی ویرون شد مثل فرزندم ما به تا کلام کردم میگم که از دو مشقت‌های بسیار کشیدگیم در دل بسیار علمو دارم پدرم موندگه مادرم موندگه فرزندای پدرم موندگه خیلی زندگی خیلی پیش میارم یعنی امید شما نه دو فرزندی می‌زنید نه؟ من برای دو فرزندم زندگی نباشه ممکن بین عزیزیون و خواهر مهربان شما مثال پدر یک نیستن یکون مناقشه نمیشود؟ نه حرمت عزت خوبه؟ مهربانم خیلی خداوند ایدا مهربان باشه اینا باشه جون عزیز ما صحبت رو همراه مادر عزیز بیگ جورایف مادر عزیز جون مادر بهادر جورایف مادر اپای مدینه که همین صنعتکارایی که رول مادر رو بازی میکنه ما فکر میکنم مادر همه را فرزندی خود میدونه چون که مادر بسیار پستی زندگی را در بلندی زندگی را دیده باوری کامل دارم که برنامه ما با شما معقول شد هرچند که اگر سوالی بسیار هم جالب دادن نتونستیم چون که ما یکم بار همراه مادر رو پروشیدیم بسیار سیرا را نمیدونیم ما باوری کامل دارم که بسیار سیرا را عزیز بگیریم با یک برنامه دیگر میکنیم همراه مادر و بهترین سوال را بر ما پاسخ دادن. در آخر برنامه یک دعای نک برام کلی نفرانی که ما را تماشا کرده یک دعای مادرانه یک دعای شیرین بده. آمین. آمین. هر یک بنده را به مراد مقصدش برسانه. همین ماه شریف رمضان خداوند انصاف توفیق ایمان دنیا را تنجیه و امانه کنه خداوند. کسالو را شفای کامل بده جناب مونا پروردگار سربلند دشمنان شکر کنه خداوند مهربان کسی چی آرزوی داره در ماه پاک در ماه بخشنده و مراد مقصدش خداوند تو برسونه با هم مرکز سرجم شما در توی ما عزیزون رقص و بازی کنیم ان شاء الله خدا نگهبان دوستان عزیز دستگیر رو فراموش نکنیم خیر تو برنامه میان